بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یکی از نامهای الله الحکیم می باشد که در قرآن بسیار ذکر شده است و اینچنین به دیگر نامها پیوست شده آمده است. فرشتگان گفتند انک انت العزیز الحکیم، تو عزیزی غالب هستی و حکیم هستی. و اینچنین عزیز الحمید، عزیز العلیم الحکیم و اینچنین تواب حکیم. بسیار به دیگر نامها الحکیم پیوست شده آمده است. معنای حکیم ما عبدالحکیم میگوییم. نام الله حکیم است، بنده حکیم. حکیم وضع الشیء علی مکان المناسب میگوید، یک چیزی رو به جای مناسب گذاشتن میباشد. الله رو آفرینشی الله رو وقتی که دیدیم، هر یک مخلوقات هایش را در آفرینش اعضاهایش را به جای مناسب گذاشته است که کسی او را عیب کرده یا که ناقص گفته نمیتواند. الله در وقتی که آفرینش الله را میبینیم، نظام حیات رو چگونه گذاشته است که حکیمانه می باشد. کسی این را ناقص گفته نمیتواند. شب می شود، روز می شود، آفتاب می بروید، می نشیند. کسی این را یگان کس ناقص نگفته است، بلکه وقتی که نظام حیات ویران شد، همه میگوید که این نظام بهترین ویران شد. در حکمهایش حکیمانه می باشد. قانون الله بهترین قانون حکیمانه می باشد. الله می گوید الیس الله باحکم الحاکمین. آیا الله بهترین حکم کننده نیست؟ ما میگیم که آری، بله، و انا من الشاهدین، من از گواهان می باشم. میبینیم که علیم الحکیم آمده است. حکیم وقتی که یک شخصی رو ما گوییم که حکیم است، او لازم است که او عالم باشد. حکمت به علم حاصل نمی شود. برای این وقتی که الله علیم است و حکیم است، یک شخصی رو شنید که حکیم است با حکمت است، البته او که علم دارد که حکیم است. حکیم است، قانونهایش محکم است، یگان فسادی در وی وجود ندارد. میبینیم که وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم مشرکان مکه را خواستند که شتور و مال و اموالشان را در راه بگیرند، به عوض اینکه مال صحابگان را مشرکان در مکه گرفته بودند، یک باره این خواست پیامبر صلی الله علیه و سلم مال و ثروت بود، یک باره این به جنگ بدر تبدیل گشت. عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. صحابگان بعضیشان در دلشان مشقت بود که این به جنگ تبدیل شد، اما الله کاری بیهوده ندارد. حکیم بود که در این غزوه چند نفر مشرکان را به اسارت گرفتند و چند نفر مشرکان به قتل رسیدند و صاحب مال و اموال شدند و اهل بدر را، صحابگان را، الله مدح کرده است. وقتی که مریم علیه السلام حامله شدند، حکمت این بود که در قرآن تا روز قیامت ثبت شد که مریم علیه السلام حامله شدند و بی پدر، به یگان شوهر حامله شدند، اما فرزندشان عیسی علیه السلام سخن کرد.
و حکمت الله اصحاب غار رو میبینیم. الله میگوید که ما این طرف و وای طرف این اصحاب غار رو در خوابشون میگرداندیم. حکمت این که تا که خاک نخورد. بعضی چیزها رو حکمتش برای ما معلوم نیست. قانون الله رو میبینیم که امروز بعضی شخصا به علمانه میگویند که این چگونه ما شخصی قاتل را قصاص میگیریم، او را به قتل میرسانیم، چگونه دست دزد را بریده میشود. اما حکمت این او را بدانیم، ما به قانون الله برمیگردیم. وقتی که یک شخصی قاتل یک شخص را به قتل رسانید، الله میگوید که قصاص گرفته شود. بعضی شخصان میگویند که قصاص نگیرید، به او فهمانید که کشتن گناه است. الله میگوید که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. در قصاص گرفتن این برای شما حیات میباشه. یک نفر قاتل را به قتل رسانده شود، قاتل بداند که اگر کسی را به قتل برساند کشته می شود، دست به گناه نمیزند، دست به جنایت نمیزند و همه می ترسند که کسی را به قتل رساند کشته می شود و جنایت برداشت می شود. الله می گوید که ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. زندگی هست، حیات است برای شما. امروز و دست دزد بریده شود، دزدی کم می شود. میگویند که بریدن دست این وحشت است. یک شخص برآمد گفت چگونه دست دزد را با مال کم اندک بریده می شود. او را نبرید و تعلیم بدهید. وقتی که مال او را دزدیدند، او خود گفت بلکه دستش را نبرید، گردنش را ببرید. قانون الله حکیمانه می باشد. برای همین ما الله رو حکیم میگوییم. الله حکیم است، حمید است. وقتی که حکمت الله را در قانونش و در نظامش، در آفرینش وقتی که ما مشاهده کردیم و حس کردیم، الله رو حمد میگوییم که الله سزاواری حمد است، زیرا کاری بیهوده ندارد. وقتی که در یک دیار حاصل ها را پرنده ها خوردند و حکومت همان دیار گفتند که این پرنده ها رو از بین میبریم، نابود میسازیم. سپس این پرنده ها رو وقتی که نابود ساختند و سپس آن کرم ها و ملخ ها آمد و این حاصل رو همهش رو خورد و سپس باز به خلاصه آمدند که او پرنده ها رو از دیگر جا باید آورد. برای این در این دنیا یگان چیز بیهوده آفریده نشده است. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. پروردگار تو در این دنیا یگان چیزی رو بیهوده نآفریدی، پس تو منزهی پاک هستی از بیهوده کاری و ما رو از آتش جهنم نگه دار. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. الله به هر کسی که خواهد حکمت را میدهد. به هر کسی که حکمت داد به او خیر بینهایت بسیاری داده است. حکمت این قرآن و سنت می باشد. قرآن پر از حکمت و سنت پر از حکمت، سخنهای حکمت می باشد. ما به این حکمت برگردیم تا که حکیم شویم. الله حکیم است، بندگان حکیمش را دوست می دارد. این بود نام الله الحکیم.
این بود شرح مختصری نام الله حکیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.